چند شب پیش یه عکس با یه سری شایعات بین کاربران اینستاگرام پخش شد. نهنگ آبی دوم یا همون چالش میکی که یه سری بهش خندیدن و یه سری هم ازش ترسیدن. امروز میخوام پشت پرده این داستان رو بهتون نشون بدم. با من همراه باشید. خواسته یا ناخواسته توی کشور ایران هر چند وقت یه بار یه سری شایعات درست میشه که خودتون بهتر میدونید چه شایعاتی رو میگم. حالا یه سریشون واقعی‌ان، یه سریشون دروغن و یه سریشون از بیخ مسخره‌ن. مثل همین بازی که میگه شما باید میکی رو نادیده بگیرید و اگر بهش جواب بدید واسهتون مشکل پیش میاد، گوشیتون هک میشه و غیره. حتی گفته بودن که اگه بهتون دایرکت داد اونو اکسپت نکنید، حتی پاکش هم نکنید، طرف رو بلاک هم نکنید، چون اون میفهمه و میاد شما رو هک میکنه. داستان اینه که شخصی به اسم جاناتان گلیندو میاد و یه سری چالش طراحی میکنه، مثل چالش مومو یا همین چالش میکی، و با کاربران اون رو بازی میکنه. قبلا توی واتساپ بود اما الان جدیدن توی تیک تاک، توییتر و اینستاگرام هم اومده که ظاهر عجیب اون رو هم میبینید. خب من با یه سریشون صحبت کردم، اسکرین شاتاشو استوری کردم و اینجا هم دارم بهتون نشون میدم. اما این وسط یه سری دوست آشنا که قصد شوخی کردن و شیطونی کردن رو داشتن از این داستان سوء استفاده کردن و یه اکانت با عکس پروفایل اون میکی و اسم اون اومدن ساختن، دایرکت فامیل رفتن و شروع کردن به ترسوندن اونا. پس اگه یه نفر اومد دایرکتتون بهتون شمارتون رو داد، آدرس خونتون رو داد، اطلاعات شخصیتون، خانوادگیتون و غیره رو داد، مطمئن باشید به احتمال 99% یکی از همین آشنایی دورتونه که میخواد باهاتون شوخی کنه. اما اگر از امنیت خودتون و گوشیتون مطمئن هستید که خب 100% یکی از آشناهاتونه که داره یکم شیطونی میکنه. اما میخوام بهتون چند تا نکته رو بگم که حتما باید رعایت کنید تا خدای نکرده واسه کسی مشکلی پیش نیاد. مورد اول اینه که برنامه گوشیتون رو از یه جای معتبر مثل گوگل پلی دانلود کنید. دو اینکه روی لینک هایی که نمیشناسیدشون کلیک نکنید. سه اینکه واسه اینستاگرامتون رمز قوی و تایید دو مرحله‌ای بذارید. و چهار اینکه یک آنتی ویروس ساده روی گوشیتون داشته باشید. اما اونقدری که ما ایرانی ها میکی رو اذیت کردیم اونها رو اذیت نکرد. چند تا از اسکرین شاتاشو با هم ببینیم. جالب بود نه؟ خب امیدوارم از این کلیپ هم لذت کافی رو برده باشید. اگه در رابطه با بازی نهنگ آبی یا چالش میکی تجربه‌ای دارید توی کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارید. خوشحال میشم اگر از این کلیپ خوشتون اومد اون رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون خوش.